سلام دوستان، خوش اومدید. این ویدیو جفاش هستم و امروز من یه سری آموزش در مورد سنس بهتون بدم که اینقدر سنس بقیه رو نرید وردارید و برینید تو بازیتون و خودتون سنس خودتون داشته باشید و بتونید با سنس خودتون پلی بید و یه گیم راحت داشته باشید. اینقدر سنس تنظیم نکنید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. عشقید. بریم سراغ ادامه ویدیو. خب دوستان، ما داخل سنسیویتی دو تا بخش خیلی مهم داریم. یک کمر سنسیویتی، دو فایرینگ سنسیویتی. شما داخل این دو تا بخشی هم بهتون گفتم یه چند تا گزینه هستش که باید روی اعدادی بذارید که امروز من بهتون بگم که ما بین این اعدادی که من میگم تنظیم کنید سنستون خیلی بهتر میشه و میتونید بازیتون رو راحت‌تر انجام بدید. پس بریم سراغ ویدیو که من بهتون بگم که چه گزینه‌ای رو چه اعدادی بذارید سنستون بهتر شه. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. عشقید. بریم بهتون بگم. خب دوستان، ADS سنسیتیویتی یه بخش مهمی داخل سنسیتیویتی هستش که باعث میشه شما ایمتون لگدش کمتر بشه و بتونید راحت‌تر انمی رو لیزر کنید. ADS سنسیتیویتی رو هرچی بالا بذارید ایمتون سرعتی تر میشه. یعنی مثلا وقتی ایم میگیرید سرعت ایمتون بیشتر میشه. هرچی پایین‌تر بذارید سرعت ایمتون کمتر میشه. یعنی موقعی که ایم میگیرید مثلا تیر میزنید سرعتش خیلی کمتر میشه. و اومدم بهتون میگم رو چه عددی بذارید بهتره. ADS سنسیتیویتی رو از 89 تا 130 من بهتون پیشنهاد میدم که بذارید. اینطوری بهتره، هم لگد گانتون گرفته میشه، هم راحت‌تر انمی میتونید لیزر کنید. بریم سراغ سنس بعدی. دید پرسون سنسیتیویتی، گزینه‌ای که باعث بگاهی شاتگان پلیرها و SMG پلیرها میشه و نمیذاره تیراشون درست بزنن و تیراشون اکثرا به خاطر همین گزینه دید پرسون سنسیتیویتی میس میره. خب دوستان، دید پرسون سنسیتیویتی شاید بگید چیه؟ دید پرسون یه گزینه یکش به شما مثلا قدرت اینو میده که سنس چرخش صفحتون رو بالا پایین کنید. یعنی مثلا شما هر چقدر بالاتر ببرید سنستون بالاتر میره و هر چقدر پایینتر برید سنستون پایینتر میاد. این گزینه خیلی واسه شاتگان پلیرها SMG پلیرها سنس مهمیه. پس حواستون به این گزینه باشه. و اعدادی که من بهتون پیشنهاد میدم که بالا پایین کنید بین این دو تا اعداد بین 79 تا 96 هستش. بین این دو تا اعدادی که من گفتم بالا پایین کنید یه سنس خفن و عالی به دستتون میاد. چون ببین نه باید سنستون بالا باشه نه پایین، متوسط بینشون باید باشه. چون بالا بذارید بگا میرید، پایین بذارید بگا میرید، یه چیز متوسط. بریم سراغ سنس بعدی. ورتیکال سنسیتیویتی، گزینه‌ای که میتونه به رایفل پلیرها این قدرت رو بده که رو زیپر انمی رو بزنن بگان و به شاتگان پلیرها که بتونن انمی که مثلا اسلاید میزنه زیر پاشون رو سریعتر بزنن یا مثلا جامپ میزنه میره بالا سریعتر بزنن انمی ها رو. و این گزینه خیلی گزینه مهمیه که شما باید سعی کنید درست تنظیمش کنید و عددی که من بهتون پیشنهاد میدم بذارید بین عدد 89 تا 110 هستش که بین این اعداد تنظیم کنید بالا پایین کنید یه سنس خفن گیرتون میاد که میتونم رو زیبل انمی رو بزنید. هم وقتی انمی میاد زیر خودتون با شاتگان SMG راحت بگید دوش دهنش رو بگاهید. بریم سراغ سنس بعدی. ADS سنسیتیویتی بخش فایرینگ به شما این کمک رو میکنه که موقع ایم گرفتن و تیر زدن سرعت گانتون چطوری باشه. یعنی تو انتخاب میکنی وقتی که ایم میگیری تیر میزنی سرعت گانت چطوری باشه، سرعت حرکت گانت منظورمه چطوری باشه. شما اینو هر چقدر بالاتر بذاری سرعت حرکت گانت موقع تیر زدن بیشتر میشه. هر چقدر پایینتر بذاری سرعت حرکت گانت موقع ایم گرفتن و تیر زدن کمتر میشه. این اعدادو بین 89 تا 110 بذاری بهتره. بین اعداد بالا پایین کن، هر کدومش که بهتر بود همونو بذار، چون که یکم مهمترین سنسا داخل فایرینگ سنسیتیویتی هستش. داشتم سوتینگ دادم کسیش. خب بریم سراغ سنس آخر که ورتیکال سنسیتیویتی هست. شب چه سنس آخر دد پرسون مونده. خب سوی دد پرسون رو شما هر چقدر و تو بخش کامera سنسیتیویتی هر چقدر دد پرسون رو گذاشتید بیایید داخل بخش فایرینگ سنسیتیویتی 5 تا پایینتر از بالایی بذارید. اونطوری سنس فایرینگتون هم پیدا میشه و میتونید بهتر کنید. بریم سراغ بخش ورتیکال سنسیتیویتی و سنس آخرمون داخل بخش فایرینگ سنسیتیویتی. خب این دوستان، این موقعی به کار شما میاد که شما ایم گرفتی و دارید تیر میزنید. شاید بگید همین کارو ADS سنسیتیویتی بخش فایرینگ انجام میده، ولی این با اون فرق میکنه. اون برای چپ و راست کردن صفحه بود،
این برای بالا پایین کردن صفحه است. یعنی مثلا شما کی رو میزنی سرعتش میره بالاتر. خب و اینو باید روی عدد خفنی بذاری که بتونی سنستو درست کنی و بتونی خفن‌تر ایم بگیری و تیر بزنی. این بهتره. و عددی که من پیشنهاد میدم بذاری واسه این سنس بین عدد 100 تا 120 و میتونی یه سنس خفن داشته باشی و انمی رو بزنی و سنس هر خری و یعنی ببخشید و منظورم اینه سنس هر کسی و داخل بازیتون نندازید، نرینید داخل سنستون. میدونید هر یوتیوبر اسکلی گفتش بیا سنس منو بذار، سنس من خفنه. سنس رو نذارید داداش. شما هم سنس آیپد رو گوشید میندازی، خب معلومه دیگه سنس آیپد فرق میکنه با گوشی و بگا میری. سنس هر گوشی یا آیپدی فرق میکنه با هم. شما باید سعی کنید سنس خودت رو دست بری و این گزینه‌ای که من بهت گفتم شاید کمکت کنه که بتونی سنس خودت رو به دست بیاری. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی، کامنت بذاری و سابسکرایب کنی و یه کامنت گوری مگولی خفنم بذاری. و همین دیگه عشقی. تا ویدیو بعدی، خدافظ.